جناب آقای اسماعیلی، مدیر محترم واحد صنعتی سپیداکسید در شهرک صنعتی روی زنجان هستند و ضمن سلام خدمتشون و تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا از تجربتون در مورد مشعل پیش مخلوط ما که روی یکی از کوره هاتون نصب شده صحبت کنیم بسیار ممنونیم. جناب آقای اسماعیلی، قبل از استفاده از مشعل پیش مخلوط گاز افروز از چه نوع مشعلی استفاده می‌کردین و چه مشکلاتی با مشعلاتون داشتین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حسین اسماعیلی هستم، مدیر عامل شرکت سپیداکسید زنجان که در زمینه تولید انواع اکسید روی فعالیت دارد. شرکت ما در شهرک صنعتی روی زنجان واقع هست. از سال 1386 تا کنون در این مکان فعالیت دارد. بنده هم به نوبه خودم تشکر میکنم از اینکه وقتی رو در اختیار بنده قرار دادید و از زحمات شما کمال تشکر دارم. قبل از اینکه ما از مشعل پیش مخلوط شرکت گاز افروز استفاده کنیم، از مشعل‌های دستسازی خودمون طراحی کرده بودیم استفاده می‌کردیم که ایمنی بسیار پایین و عدم ترکیب مناسب سوخت اکسیژن از معایب عمری آن، به طوری که جهت راه‌اندازی و روشن کردن آنها به مشکلات فراوانی از جمله انفجار و تخریب و کوره مواجه بود. خیلی متشکرم ازتون. چه ویژگی‌هایی از مشعل پیش مخلوط براتون قابل توجه و برجسته بودن؟ این مشعلی که آقای بدلی و تیمشون زحمت کشیدن از لحاظ ایمنی و راه‌اندازی فوق‌العاده استاندارد و راحت بوده، به طوری که با یک شاسی روشن و خاموش میشه و ترکیب سوخت و اکسیژن به طور مناسب انجام میگیره و هیچ گونه فرط انرژی نداره و همچنین مصرف برق پایین نسبت به مشعل قبلی ما داره. این یکی از محسنات این مشعل بود که توجه ما رو به خودش جلب کرد. در طول استفاده از مشعل آیا با مشکلی مواجه شدین؟ مشکل خاصی در زمان استفاده نداشتیم به جز چند مورد جزئی که با حضور به موقع مهندس بدلی در همان بحث مرتفع کردیم، مثل تنظیم نسبت گاز ورودی به اکسیژن. مراحل نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی تیم گاز افروز چطور بوده؟ نصب و راه‌اندازی مشعل طبق قراردادی که با شرکت معرض شده بود طبق زمانبندی انجام گرفت و از لحاظ پشتیبانی هم هر لحظه نیاز به حضور باشد مهندس زحمت کشیده و تشریف بردن و مشکل را حل نمودند. خیلی متشکرم. سوال بعدی اینه که آیا این مشعل در مصرف انرژی و بازدهی با مشعل‌های قدیمیتون تفاوتی هم داشته؟ مشعلی که نصب شد از لحاظ مصرف گاز و برق نسبت به مشعل قبلی ما با توجه به اندازه‌گیری انجام شده توسط تیم فنی شرکت 20% کاهش هم برق هم گاز رو داشته. آیا از مشعل پیش مخلوط گاز افروز رضایت داریم و به واحدهای صنعتی دیگه هم پیشنهاد می‌کنیم؟ ما که رضایت کامل داریم. ما کسانی که به دنبال ایمنی بالا و راه‌اندازی راحت و راحتی اپراتور و همچنین کاهش هزینه هستن، حتما از این مشعل‌ها استفاده کنید. در پایان آیا نکته یا پیشنهادی برای بهبود محصول یا خدمات ما دارین؟ بفرمایید، ممنون میشیم. در پایان از زحمات جناب مهندس بدلی و تیمشان که در زمینه طراحی و اجرای چنین مشعل‌هایی تلاش می‌کنند و زمینه کاهش مصرف انرژی در این بره از مترازه انرژی را فراهم می‌کنند، کمال تشکر و قدردانی دارم و از همه تولید کنندگان که به نوعی از هر گونه مشعل و کوره در خط تولید خود استفاده می‌کنند پیشنهاد می‌کنم که از این شرکت مشاوره لازم گرفته و طبق نیاز خود و همچنین سلیقه خود نسبت به طراحی و اجرای مشعل توسط تیم مهندس بدلی استفاده. جناب اسماعیلی، از اینکه وقت گذاشتین و صادقانه به سوالاتمون جواب دادین ازتون بسیار بسیار ممنونم. من هم از زحمات شما وقت اختیار ما تشکر می‌کنم. متشکرم. خدا نگهدارتون.